آتوسا مدگل، بیشرفی با اعتماد به نفس خیلی زیاد، کسی که مردای ایرانی رو حیوان خورد ولی خودش زیر خواب مردای ایرانیه. شما خودت قضاوت کن، آدمی که خیانت میکنه نه یه دفعه بلکه بارها آدم محسوب میشه یا حیوان؟ میتونه کسی رو قضاوت کنه یا نه؟ امروز با ما همراه باشی در تخریب و تشریح این فمینیست سگفیس. میس ان مغزیان چند وقت پیش داخل اینستا چند تا استوری جنجالی گذاشت. حالا ما دلیل اینو نمیدونیم که چرا این استوریا رو گذاشت یا کی بهش همچین کیری زد که بیاد این استوریا رو بذاره. استوریاش اینا بودن: من قبلا بارها تو مصاحبه ها ازم پرسیدن فمینیستی یعنی چی و خیلی با حساسیت سعی میکردم که ارزش آقایون رو بهشون نشون بدم. آخه تو چه سگی هستی بیای ارزش آقایون رو بگی؟ خیانتکار دوزاری. یکم که بار منفی رو اونا نمیخوام باشه و براشون ارزش قائلم. الان بعد از 3-4 سال تو مارکت ایران بودن و روبرو شدن با هزاران مرد ایرانی که هر روز منو فلان میکنن، میخوام از همین تریبون اعلام کنم که همه حرفامو پس میگیرم. فقط باید با شما حیوانات وحشی نر یک فمینیست رادیکال بود. واقعا درکت نمی کنم خانم مدگل، خودتو چه انی میدونی و دودول تک تکتون کاش بیفته. دودول، آره منطقیه، چون جنبه داشتنشو ندارید، همون جور که جنبه احترام ندارید. وقتی جمهوری اسلامی مملکت بگردونه همین میشه. 1% کمی استثناء است، روز همه بانوان و اون درصد کم خوش. پدر چک زن من چیز میکنه. پدر چک ایشون خیلی گوه میخوره. حالا بریم استوری بعدی. گفته هر وقت میلیون ها مرد اومدن به مامان یا خواهر خودتون گفتن یک پورن پیدا کردیم دختر شبیهته، پخشش کردیم، گفتیم به همه خودتی، هر شب دیدیم، به بقیه فروختیم، باش هر شب زدیم، دمت گرم حال داد. خب خانم مدگل، اون پورن واقعا شبیهت بود؟ من نمیدونم خودت بودی یا نبودی، ولی این حد از شباهت عجیبه. میفهمی که چی میگم؟ نمیشه دوتا آدم انقدر. ادامه داده که اون موقع میتونی صحبت کنی. تکرار میکنم، یک مشت حیوان هستید که جنبه دول داشتن ندارید. آخه شاش خور، به قول رفیقم طول شاش خور. میدونی همین مردایی که تو داری بهش میگی ارزش دول نداری تا حالا چند تا چیز میز اختراع کردن؟ همین برقی که تو داری زیرش جق میزنی اینو یه مرد کشف کرده. زشت، وقی. واقعا خوندن نداره ادامه استوریاش. بقیه استوریا رو ببینید. در ادامه این داستانای اخیر چند تا از رپرای نه چندان کلفت ایرانی از جمله های سهراب امجی و اومدن ریاکت نشون دادن. دفعه بعد که جنگ شد این فمینیستا رو بفرستیم خط مقدم. حالا کاری ندارم خودش چه آدم انیه، ولی حرفش کاملا منطقیه. حالا در جواب خانم مدگل ان مغزیان اومده جواب داده که آخ البته که تو باید دهن باز کنی الان، تو که خط مقدم جنگی برا مردم، نه قلاده جمهوری رو گردنت نیست که تو مردمی ترینی. اونو بگذاریم، تو زن داری میای تورنتو پارتی میکنی، به همه اعلام میکنی گوشی ها رو بذارین کنار، ما زن و بچه‌مون نبینن با دخترای 20 سال جوان‌تر چه کار میکنین. البته که باید نر از جنس تو بلبل زبونی کنه، چون به آیکیوی شکندش
برخورده، شکنندش برخورده. خانم مدگل، شما وقتی خودت اومدی به جیدال خیانت کردی، نه یه دفعه بلکه چند دفعه، اونم با کی؟ با فیلم بردار جیدال، گوه میخوری بیایی راجع به ازدواج سهراب امجی صحبت کنی؟ باید بری بشینی پشت ماشین ظرفشویی. من این توهینی که میکنم و منظورم همه خانوما نیست، ولی واقعا امثال این فمینیستا ریدن تو جهان. برابری میخواید؟ ریدین. جمع کن کاسه کوزتو. همین بهتر که از یوتیوب کندی رفتی. آره خلاصه حالا یه خورده ما اومدیم اینا رو ریز ریز کردیم براتون، این مباحث گرانقدر و مفید، و امیدوارم لذت برده باشین. تا ویدیو بعد، بدرود. ساب یادتون نره. مرد و زن، پسر و دختر با هم دیگه متفاوته، همونجور که قیافه‌شون با هم دیگه فرق داره. منطقش خیلی ساده است. مثلا خونه‌تون آکواریوم داری، به ماهی‌ها غذا ندی چی میشه؟ میمیرن. مثلا اکست با 10 نفر دیگه خوابیده، اکست چیه؟ دست. منطقش همینقدر ساده است. آره یه دقیقه وایسا زنگ بزنم. الو سلام جیدال، خونتون آکواریوم داری؟ مدگل جنده